قوانین استفاده از گوشی. قانون اول، 1، زمان بندی. کمترین زمان استفاده از گوشی در 24 ساعت 45 دقیقه است. کسانی که در 24 ساعت زیر 45 دقیقه گوشی استفاده میکنن عملا گوشی ندارن، فکر میکنن گوشی دارن، یعنی پاکند. اصطلاحاً بهش میگن گوشی رو فقط در مواقع ضروری دارن استفاده میکنن. یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت هم نهایت میخواد 4 تا کانالی چک بکنه که هستش. نرمال ترین زمان استفاده از گوشی در 24 ساعت 75 دقیقه است، 1 ساعت و ربع. شما تو 24 ساعت از 5 صبح امروز تا 5 صبح فردا 1 ساعت و ربع استفاده کنی، آدم نرمالی هستی. نیم ساعت صبح استفاده کردی، دیگه استفاده نکردی، یه ربع غروب استفاده کردی، نیم ساعت آخر شب شد 1 ساعت و ربع. بیشترین زمان استفاده از گوشی در 24 ساعت 2.5 ساعت یا 150 دقیقه است. ماکسیموم استفاده از گوشی. اگر بیش از 150 دقیقه در شبانه روز کسی گوشی استفاده کنه، اصطلاحاً بهش میگن معتاد اینترنتی. معتادای عزیز خوش آمدید. اکثرا بیش از 150 دقیقه است. در بعضی از آقا پسرها به خاطر آنلاین بودن بعضی از بازی ها به 6 تا 7 ساعت هم رسیده. کال آف دیوتی میزنه، جی تی ای میزنه، فورتنایت، پابجی اسم بازی هاست. در دختر خانوم میبینی اینستاگرام گردی، پیج های متنوع، 8 ساعت تو پیج های مختلف داره اینستاگرام گردی میکنه. گوش دادن به موسیقی های خاص بیش از ساعت های مقرر. چت های فوق حرفه‌ای، اصطلاحاً میگن چت های نیمه شب که 11-12 شروع میشه تا 2-3 شب. بعد میگه چرا اینقدر حالم بده؟ برای اینکه شما زمان استفاده از گوشیتون مشخص نیست.